اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت 44 سوره مائده هستیم. در آیت 44 سوره مائده ما و شما خواندیم که یهودی‌ها چرا کافر شدن. یکی از اسباب یا علت‌هایی که یهود کافر شدن و از عقیده توحید برآمدن که الله متعال گفت فاولئک هم الکافرون، علتشان چی بود که اینا کافر شدن؟ امی بودن که اینا وقتی برشان گفته شد که مطابق تورات فیصله بکنین، حکومتتان را و حاکمیت الهی را بپذیرین، اینا امی را فراموش کردن و ترک کردن و عوض شریعت الهی قوانین دیگری را که خودشان ساخته بودن این را تطبیق میکردن. الله متعال گفت فاولئک هم الکافرون. همچنان الله متعال میگه در آیت بعدی که بعضی اوقات یهود و نصارا ادعا میکنن که مسلمان ها قصاص میکنن. قصاص مثلا چشم در مقابل چشم یا بینی در مقابل بینی یا انسان در مقابل انسان. این مسلمان ها میکنن. الله متعال میگه که این حکم در کتابای از اونا هم بودن، لکن چون اونا احکام الله را تغییر دادن، تحریف کردن، کافر شدن. به این خاطر الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و کتبنا علیهم، و کتبنا یعنی مقرر کردیم یا فرض کردیم علیهم بالای امی یهودیا فیها در کتاب تورات ان النفس یقینا که قصاص یک انسان به نفس در مقابل یک انسان دیگه قصاص است. در تورات هم قصاص بود. والعین بالعین و قصاص چشم در مقابل چشم است. اگر کسی چشم یک کسی را از بین میبرده باشه باید چشم خودشون هم قصاص گرفته شود. والانف بالانف و در تورات بود که قصاص بینی توسط بینی گرفته میشه. والاذن بالاذن از گوش با گوش. والسن بالسن دندان در مقابل دندان. والجروح و هر زخم ها که بودن، هر جراحت ها قصاص خود داشتن، یعنی عوض از او بدلش گرفته میشد. فمن تصدق به، پس هر کسی که عفو کنه، باز مثلا یک نفر در حقش ظلم کرد، باز خود از اون نفر میگه من قصاص نمیگیرم، بخشش میکنم، فهو کفاره له، باز این سبب کفاره گناهایش میشه. یعنی میگه خیر است که توی کار کردیم، مال نمیخوایم که قصاص بکنم. و من لم یحکم بما انزل الله، و کسایی که حکم نکنن با آنچه که الله نازل کردن، فاولئک هم الظالمون، پس این قاضیای از اینا که قضاوت میکردن، قاضیای بنی اسرائیل و مطابق شریعت الله حکم نمیکردن، اینا ظالم بودن و ظالم دشمن الله هست یا دشمنای الله بودن. و قفینا علی آثارهم، و فرستادیم علی آثارهم به عقب از اونا بعد از موسی علیه السلام، بعد از تورات الله متعال میگه که عیسی علیه السلام به عیسی ابن مریم، به عیسی پسر مریم را فرستادیم مصدقا لما بین یدیه، که عیسی پسر مریم علیه السلام. این زیاد پسر مریم چرا زیاد ذکر میکنه؟ به خاطر از اینکه رد از بالای نصرانی ها که وا میگفتن که این پسر الله است. الله متعال همیشه نامزیر عیسی را که ببینن مادرش ذکر میکنه تا که انسان ها عقیده خود چی کنه؟ جور بکنن که عیسی پسر الله نیست، عیسی پسر کی است؟ مریم است. بازو میگه که ما بعد از موسی علیه السلام عیسی پسر مریم روان کردیم که بازو در کتاب خود گفته بود که من آمدیم که تورات نقض بکنم، بلکه ما آمدیم که امو تحریفا را جور بکنم و دیگه چیزا را تکمیل بکنم. این باز میگه عیسی پسر مریم آمد مصدقاً که تصدیق کننده بود لما بین یدیه، با آن چیزی که در مقابل دستانش هست، من التورات از تورات. و آتیناه الانجیل، الله متعال میگه که ما بر عیسی علیه السلام چی را دادیم؟ کدام کتاب؟ انجیل را. در انجیل چی بود؟ فیه، در امی انجیل هم هدن هدایت بود و نور و روشنایی بود. و مصدقا لما بین یدیه، و ای تصدیق کننده بود لما بین یدیه من التورات، که ای تصدیق میکرد آنچه که در تورات از توحید بود، از اعتقادات بود، از احکام بود. و هدن و هدایت بود و موعظه بود للمتقین، برای متقیان. ولیحکم، و باید که حکم میکرد یا حکم بکند اهل انجیل بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرد. حالا که شما پیرو انجیل هستین، ببینین که در انجیل یک روز ما دیدم یک زن که خودش رئیس یک کلیسا بود، در اینترنت تصویرش هست، فیلمش هم دیدم. این خودش از پیش پرسان میکنه که تو چطور مسلمان شدی؟ میگه مرا انجیل مسلمان ساخت. در این سالها چطور انجیل تو را مسلمان ساخت؟ میگه وقتی که من به انجیل مراجعه کردم دیدم که در انجیل خود عیسی مسیح علیه السلام میگه که من میرم در کوه که عبادت بکنم، عبادت الله را بکنم، و بر از اونها میگه که من پیغمبر الله هستم. امیال هم در انجیل لا اله الا الله هست. امیال هم در انجیل چی است؟ که عیسی مسیح بنده الله بود.
امیلا در جاهایی که تحریف نشده در اونجا خود عیسی مسیح میگه که من بنده الله هستم، لکن اونا چون تحریف کردن غلطی ها را زیاد آوردن دیگه الله متعال میگه که اینا باید اونمو انجیل خوب دقیق چیز کنن، به ما انزل الله باید حکم بکنن اهل انجیل به آنچه که نازل نموده است الله متعال فیه در آن، و من لم یحکم بما انزل الله، و هر کسی که حکم نمیکنه به ما انزل الله با مطابق آنچه که الله نازل کرده فاولئک هم الفاسقون، پس فاسق میشه. در اینجا سه کلمه آمد، کافرون، ظالمون، فاسقون. اینا رو میگه چه وقت انسان فاسق گفته میشه، چه وقت ظالم گفته میشه، چه وقت کافر گفته میشه در تطبیق شریعت الله. اگر یک نفر شریعت الله را میفهمه و سر خود تطبیق نمیکنه، خودش مطابق حکم الله، مثلا الله برش میگه که اینی روزه بگی، این روزه نمیگیره، پس اینی نفر میگه فاولئک هم الفاسقون، یعنی هر کسی که حکم الله را بالای خود تطبیق نمیکنه این فاسق است. چه وقت ظالم میشه؟ وقتی که خودش رهبریت به دستش باشه، رئیس فامیل باشه، رئیس خانواده باشه، رئیس دفتر باشه، رئیس یک وزارت باشه، وزیر باشه، اینی کسا اگر شریعت الله را این تطبیق نمیکنه این ظالم است. این ظالم است، از کلان گرفته تا خرد، کسی که رهبریت به دستش است. هر کسی که رهبریت داره، رهبریت کوچک باشه یا رهبریت بزرگ باشه، اگر کسی باز شریعت الله را تغییر میده به عوض شریعت الله قانون خود تطبیق میکنه یا قانون کدام شخص دیگه را تطبیق میکنه، باز اینی که شریعت الله را نقض میکنه نمیپذیره، باز فاولئک هم الکافرون. فهمیدین؟ فاسق که سر خود تطبیق نکنی، ظالم که سر زیر دستای تطبیق نکنی، و کافر که بیخیر چی کردی؟ عوض ازی قانون انسانی را جای به جای بکنی، بگی حکومت مردم توسط مردم برای مردم، چیزی بر الله نیست. خود مردم قانون بسازه، خودش سر خود تطبیق بکنه و خودش چی است؟ قانون ساز است و خودش تطبیق کننده هست. این قسم است. پس اینجا باز میگه اینی انسانی که این کارا میکنه که شریعت الله را نقض میکنه، از بین میبره. الله میگه سود نباشه، میگه سود باشه. الله میگه حرام نخوری، میگه نه حرام جایز است. الله میگه کلپ های زنا نباشه، کلپ های میگه نه برن. من امر میتونم که نایت کلاب ها باشه، شراب ها، هیچ کس چیز گفتن نمیتونه. باز اینجا چون شریعت الله را تطبیق بد فاولئک هم الکافرون. و انزلنا الیک، الله متعال میگه و انزلنا الیک، و نازل کردیم به تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتاب، قرآن عظیم شان را بالحق، به توحید، مصدقا که قرآن عظیم شان هم تصدیق کننده هست لما بین یدیه، آن کتاب هایی که در مقابلش است، من الکتاب، از کتاب ها، و مهیمنا، و فیصله کننده هست امی قرآن علیه بالای الله. چیز هیمنت قرآن بالای دیگه کتاب ها هست، یعنی کتاب های دیگه که در او تحریف شده، در او مثلا کمی ها هست، در او مشکلات ایجاد کردن، هر چی که از قرآن عظیم شان کل از او اصلاح میکنه. فحکم بینهم، پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو حکومت بکو، فیصله بکو بینهم، در بینشان، بما انزل الله، به آنچه که الله متعال نازل کرده از قرآن و سنت. الله متعال قرآن نازل کرده و گفته که قرآن نازل کردیم و سنت نازل کرده و گفته که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ولا تتبع، و متابعت نکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اهواءهم، خواهشاتی مردم را، اما جاءک، از آنچه که آمده بر تو، من الحق، از حق و توحید. وقتی که بر تو توحید معلوم شد که الله در ذات خود یگانه هست، عبادت خود یگانه است، باید عبادت فقط برای الله شود. الله متعال در افعال خود یگانه هست، الله متعال در شریعت خود یگانه هست که باید شریعت الله تطبیق شود. وقتی که حق توحید بر تو آمد دیگه باز مطابقت از خواهشات از اونا نکن. لکل جعلنا، برای هر کسی گردانیدیم منکم از شما شرعتا، شریعتی را، و منهاجا، و منهج و اسلوب و روش. یکی قانون است، یکی منهج است. اگر کسی شریعت الله را تطبیق میکنه، منهج خودم مطابق شریعت الله میسازه. وقتی که مسلمان ها کتابای صنف اول مکتب هم که جور کرده بودند، در صفحه اول کتاب چون شریعت الله را میخواستند، در صفحه اول کتاب الله بود. وقتی که ماتریالیستا و قوم ماده پرستا و این مردم های سیکولر آمدن، باز الله را به چی تبدیل کردن؟ در صفحه اول کتاب گفتن انار. ایش تو کول از چی شروع کنه؟ از انار، که الله را نشناسه. اینه ای باز شریعت الهی منهجش هم همون قسمی باشه. شریعت قانون طاغوتی باز کتابایش هم همون قسمی جور میکنه. این حال بسیاری وقتا در کشورهایی که اونجا حاکمیت طاغوت است، مردمای بیدین، همون کتابای پوانتون و مکتب و درسیش هم سعی کنین دوام اونم چیزای زشت و خرافات و زشتی ها هست. الله متعال میگه برای هر کس شریعت و قانونی را
گذاشتیم و منهاج و روش گذاشتیم. ولو شاء الله، و اگر الله متعال میخواست، لجعلکم امه واحده، بزور کل شما را یک امت می ساخت، هیچ برکت صلاحیت و قدرت نمیداد. لکن الله متعال چی کرده؟ به خاطر امتحان، ولکن لیبلوکم، لکن به خاطر که شما را امتحان کنه، فیما آتاکم، در آنچه که برای شما داده هست. پس به این خاطر بر انسان چی داد؟ اختیار داد. یعنی دین به زور نیست. الله متعال برای شما چی کرد؟ اختیار داد. به خاطر چی اختیار داد؟ که امتحان است. حالا اگر مثلا در یک پانتون است، شاگردان رو بگه که هیچ خدا شور دادن نمیتونین، یعنی میگه 24 ساعت یک دقیقه بیرون بر آمدن نمیتونین، فقط درس میخواین، نمیگه سر خدا بلند کرد قمچین در کالج میگیرم، کلگی درس میخوانه. لکن میگه نه برادر، اختیار است، برو تو میفهمی. کس میخواد اول نمره شو، اول نمره شو، کس میخواد ناکام شو، ناکام شو. این حالت سر کس زور و فشار است. در دین هم الله متعال میگه اگر من میخواستم که زور ای کارا بکنم، هیچ کس باز خدا شور داده نمیتونست. مجردی که یک نفر نماز نمیخوان، الله متعال یک دفعه بینیش برش قطع میکنه. او امروز بینیت نیست، کجاست؟ اینه نماز صبح نخواندی. دیگر روز به خاطر که بینیش قطع نباشه کلگی صاحب نماز میخوان. این روزه نگرفته که مجرد روزه نمیگرفت، یعنی اینقدر دم پشت سر جراز میبود. کلگی میفهمید اون روزه خور، چطور فهمید؟ اون دم کشیدن. کلگی از ترس روزه میگرفت. الله متعال گفت نه، ما برای اینا چی کردیم؟ اختیار دادیم. الله متعال میگه که اگر الله میخواست، لجعلکم، شما را میگتون یک امت کلتا مسلمان میگشتن که هیچ خدا شور دادن نمیده. ولکن الله متعال به رحمت خود اختیار شما را داده، ولیبلوکم، تا که شما را امتحان بکنه، فیما آتاکم، در آنچه که از احکام الله آمده، که باش بنده مخلص و صادق ما که اختیار داره و به اختیار خود کی میه، مثلا در شرکت میکنه، کی درس میخونه، کی قرآن میخونه، کی سنت میخونه، کی با اخلاص توحید درک میکنه و با بسیار اخلاص. از این خاطر ببینید یک نفر در خانه یهود پیدا شده، در خانه نصرانی پیدا شده، این مسلمان میشه. اما یک نفر ببین در خانه مسلمان پیدا شده، کافر میشه. الله متعال میگه بر کل اختیار دادیم، خلاص. ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا فاستبقوا الخیرات. پس شما انسان هایی که هوشیار هستین، فهمیده هستین، عقیده توحید میفهمین، شما سبقت و پیش دستی بگیرین. در چی؟ در الخیرات، در نیکی ها. خیرات در شریعت اسلامی چی رو میگه؟ ایمان میگه، ایمان، اعمال صالحات. در افغانستان خیرات یعنی الواخوری. نه نگفته که در الوا خوردن بدوین، پشت الوا بدوین، گفته فاستبقوا، شما سبقت بکنین. در چی؟ در نیکی ها، در توحید، در فهم قرآن، در فهم سنت، در فهم درس. کوشش بکنین که خوب بفهمین، خوب عمل بکنین، خوب موحد باشین. چرا؟ الی الله، به خاطر از اینکه برگشت شما، مرجعکم، بازگشت شما به طرف الله هست، جمیعا، تمامیتان، کلتان بازی در مقابل الله استاد میشین. فینبئکم بما کنتم، پس شما را باز الله متعال خبرتان میتن، بما کنتم فیه تختلفون، در اون چیزی که شما اختلاف میکردین. عالم میگه و ان احکم، و اینکه حکم بکو، حکومت بکو، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بینهم، در بینشان. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس حکومت اسلامی بود، بزرگترین سیاستمدار عصر خود بود. صحابه تا وقتی که زنده بودن حکومت به دست از اینا بود. خلیفه اول خلافت دستش بود، خلیفه دوم خلافت اینا کلشان به دست از چه بود؟ چرا که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که و ان احکم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت بکو، بینهم، در بینشان، بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده، ولا تتبع اهواءهم، تو مطابقت از خواسته های ازیا نکو که ما میخوایم حکومت مثلا سوسیالیستی جور بکنیم، کمونیستی جور بکنیم، یک قسمی جور بکنیم، مطابق رواجای خود جور بکنیم. واحذرهم، و اینا را بترسان، واحذرهم، و بترس ای رسول الله صلی الله علیه و هم از ایشان، ای رسول الله از تبلیغات زشت و کفری کافرها و مشرکا بترس. ای مسلمان از تبلیغات کفار بترس که تو را گمراه نکنه. واحذرهم، از یا حذر بکو، بترس از تبلیغاتشان. بسیار در مجلس‌های از اینا اشتراک نکو، تو خوب قرآن و سنت بفهم تا که مغز تو را خراب نکنن. واحذرهم، و از اینا در حذر باش، در احتیاط باش. ان یفتنوک، که ای رسول الله حتی بر رسول الله گفته که تو را در فتنه نپردن. سبحان الله. احتیاط کن، بسیار تبلیغات خطرناک دارن که تو را واحذرهم، وقتی قرآن میخوانی فکر کن قرآن تو را ما تو را میگه، حذر کن، احتیاط کن که مردم تو را در فتنه نپردن. گاهی برات مال پیش میکنه، گاهی فیلم رو پیش میکنه، شهوات پیش میکنه، خواسته های نفسی رو پیش میکنه، قدرت پیدا میکنه، سیاست پیش میکنه، تا که به یک شکل از اشکال تو را در کجا پرته؟ در یک جای پرته که یک روز خودت کتاب وقت میخونی، وی من نظر به یاد کافر هستم، حالا چطور کنم؟
الله متعال واحذرهم، حذر کو، احتیاط کو، ان یفتنو که این که تو را در فتنه پرتن، تو را منحرف بسازن، عن بعد ما انزل الله، از بعض آنچه که الله متعال نازل کرده، الیک بس تو، فان تولوا، پس اگر این مردم رو گشتاندن، فعلم، پس تو علم داشته باش، بفهم، انما یرید، یقینا که الله متعال میخواهم، چی میخواهم؟ یرید الله متعال میخواهم ان یصیبهم، که گرفتار کند ایشان را به بعض ذنوبهم، گناهایشان. و این کثیرا من الناس لفاسقون، و یقینا که بسیاری از مردم ها فاسق هستند. افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا حکم جاهلیت میخواین؟ آیا اینا میخواین که حکم جاهلیت داشته باشن؟ افا حکم الجاهلیت، آیا اینا حکم جاهلیت را یبغون میخوان؟ و من احسن، وکی هست نیکوتر خوبتر من الله، نسبت به الله، حکما در حکم و در حکومت و حاکمیت، لقوم یوقنون، کدام قانون خوبش است برای کسایی که یقین دارن؟ شریعت کی خوبش است؟ شریعت الله. این قانونی که دیگران ساختن، وطنای خودشان سیل کنین که به یک باور بکنین در کشورهای اروپایی که بری، اول که بی داخل میشی فکر میکنی که ما در باغ وحش شده، یک وحشت، یک دهشت، یک بی‌حیایی، یک برهنگی، بیخی همت حیوانات است. الله متعال میگه ببین حکم که خوب است. وقتی که در یک جایی که مثلا در مکه مکرمه مدینه منوره، وقتی که میگه اینجا مسلمان ها هستن، سلم میگه زنا با حیا، با ستر، با حجاب، خانم شوهر هر دوشون هم تو روان هستن، به بیت الله شریف طواف میکنن، عبادت میکنن، کل گری ببینی قوت، برادری، دوستی. سبحان الله، میگه چقدر فرق است. اونجا هم که از در مکه و مدینه در این دو جای کمک اسلام تطبیق میشه و در دیگه جای شورا و وارم خدا زده. خب این حال گپ سر از دیگه سهل میکنی، ماشاءالله چقدر زیبا هست وقتی که انسان شریعت الله تطبیق میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا، نگیرین، الله متعال میگه دیدین دشمنای الله را شناختین که یا لعنت شدن یا در غضب الله گرفتار شدن، آلی کسایی که خودشان مغضوب علیهم هستن، خودشان ضالین هستن، خودشان لعنت الله سرشان نازل شدن. تو آیا یک انسان لعنتی را دوستت میگیری؟ مثلا در یک جای درس میخوانی، یک صنفیت است که خوب لطام خورده و بیابام شده و لچک هم است، مشهور هم است، تو میری که از دوستی میکنی؟ میری که یک شاگرد خوبه که اول نمره صنف است، دوم نمره است، با اخلاق است، سوره میری دوستت میگیری. اما اگر رفتی یک دونه لوده لچک لندقه را گرفتی که پیش روان از بدماش است، تو هم از پشتش میتی، بسیار لوده هستی. الله متعال میگه که اینمی کافرها که از بدماشا هستن، لچک ها هستن، بد اخلاقا هستن، لعنت شدگی ها هستن. لا تتخذوا، نگیرین، الیهود، یهود را، و النصارى و نصرانی ها را، چی نگیرین؟ اولیاء، دوستایتان نگیرین. چرا؟ بعضهم اولیاء بعض، بعضی از اینا بعض دوستای بعضی دیگه هستن. یهود دوست نصارا است، نصارا دوست یهود است. دوستی هم چندان ندارن. اسرائیل دوست ازیا هست. این نمیاره که سعی کنی بازم بین خودم یک حالت است که کتشان بشینی اما دلت از زندگی سیاه میشه. و ما یتولهم، و هر کسی که به امرای از اینا دوستی بکند، منکم، از شما، اگر باز از شما. حالا یک کسی میگه خب مثلا من رفتم که یهود و نصارا و کت کفار از دوستی کردم، خوب کتشان صداقت دارم، بسیار خوشم میآیند. الله متعال میگه و ما یتولهم، اگر باز کسی از شما دوستی بکند، منکم، از شما، فانه منهم، باز میگه او هم در جمله از اونها هست. پیش الله باز کلشان یک جای. دوستای امریکایا برین کت امریکایا، دوستای جورج بوش برین کت جورج بوش، دوستای یهود برین کت یهود. باز اونجا باز میفهمی که اوه ما هم در جمله از نفسم. ان الله، یقینا که الله متعال، لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نمیکنه قوم الظالمین. فطر الذين في قلوبهم مرض، فطر، پس میبینی ای رسول الله صلی الله علیه و الذین، کسانی را که فی قلوبهم، در قلبهایشان مرض است، یسارعون، عجله میکنن، فیهم، در بسوی ایشان، کسایی که قلب مریض دارن. باز امیاره که سل کنی یاد که طرف همی کفار دیگه تو به سرعت میدوند که الان زود بدوین. یقولون من نخشى ان تصیبنا، باز که برشان بگی او برادر تو هم رفتی که تو کافر استاد شدی، باز میگه والا به خاطر هزی کدام ضرر بر ما نرسه. که الله متعال در قرآن کل گپا رو میگه. خب این قرآن که بخونی کل گپای منافقا و بدینا رو ات رسوایشان میکنه. الله متعال میگه بازی کسایی که به طرف کفار بسیار به سرعت میدون، بازی یقولون، باز چی میگن؟ میگوین نخشا، میگه ما میترسیم ان تصیبنا، که برسد بر ما دائره کدام حادثه بدی نشه که باز ما را بندی نکنن، ما را باز کدام
مشکل نپرتن، وارد زندان نپرتن، بگرام نبره. فعسى الله، پس نزدیک است که الله متعال ان یأتی بالفتح، که بیاورد پیروزی را برای مسلمانان، او امر من عنده، یا کدام امور دیگه که الله متعال او را آماده بسازد از جانب خود، ادی یک عذاب سرشان نازل بکنه، فیصبحوا، باز بگردن علی ما اصروا، از به آن چیزی که اینا پنهان کردن، فی انفسهم، در نفسای خود، نادمین، بازم کفر، شرک، نفاق خود باز پشیمان شدن، ولا ما ولا منافقت میکردیم و دروغ میگفتیم، ای خود تکت تکه شدیم، در بدر شدیم. و یقول الذین آمنوا، و میگن کسان که ایمان آورده اند، اهؤلاء الذین اقسموا بالله، آیا همین مردم ها کسانی هستند که قسم یاد کردن به الله، جهد ایمانهم، که اینا چی کردن؟ قسم یاد کردن به الله با قسم های بسیار. جهد ایمانهم چی معنی؟ یعنی بسیار قسم های قوی و زیاد. یا چی میگفتن؟ قسم میخوردن که انهم لمعکم، که اینا امرای شما هستن. قسم میخوردن که این مسلمانان ما کت شما هستیم. الله متعال میگه حبطت اعمالهم، نابود شد تمام اعمال از این منافقای دروغگوی که در زبان یک چیز میگن، در قلب دیگه چیز دارن. فاصبحوا، پس گشتن اینا خاسرین، خسارت کننده ها. یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها را میترسانه که شما احتیاط کنین که متاثر به یا شوین، مرتد میشین. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد، هر کسی از شما که مرتد شود، منکم، از شما، عن دینی، از دینش، فسوف یأتی الله، پس الله متعال می آورد به قوم دیگه را که یحبهم، که اونا الله را دوست می داشته باشن، و یحبهم، که الله اونا را دوست می باشن، و یحبونه، و اونها الله را دوست می داشته باشن. شما را نابود میکنه و از بین میبره، و به عوض شما ات یک قومی را میاره که باز اونا الله را دوست داره و الله اونا را دوست داره. ات مسلمانای واقعی را میاره. اذلة علی المؤمنین، باز این مردم ها چی صفت می داشته باشن؟ که اینا بسیار نرمدل می باشن با مسلمان ها. اعزة علی الکافرین، که بسیار سخت و تند می باشن، با عزت می باشن، علی الکافرین، بالای کافر در پرزش نمیتن. یجاهدون فی سبیل الله، اینا کسایی می باشن که جهاد میکنن در راه الله، ولا یخافون، و اونا خوف نمیکند لومت الله من، از ملامتی هیچ ملامت کننده. باز اونا کسایی که باز واقعا دوستای الله باشن و جهاد فی سبیل الله بکنن، با سر هیچ کس رأی نمیزنن که فلانی مرا ملامت میکنه یا چطور است. الله متعال اگر شما نکنین، شما را اوسو میکنن، نسل دیگه را میاره که اون نسل باز بهترین و نسل خوب است. ذلك فضل الله، میگه این فضیلت الله هست، یؤتیه، که میدهد الله متعال، من یشاء، بر هر کس بخواهد، والله واسع علیم، و الله متعال بسیار وسیع از در قدرتش، علیم است در احکامش. انما ولیکم الله، الله متعال بر مؤمنان میگه که یقین داشته باشید که ولیکم، دوست شما، الله هست، و رسوله، و رسولش دوست شما هست، والذین آمنوا، و دوست شما کسایی هستند که ایمان دارن، الذین، اون مؤمنان که یقیمون الصلاة، یقینا که نماز خوب اقامت میکنن، درست نماز میخوانن، نماز درست برپا میکنن، و یؤتون الزکات، و زکات را میدهند. یعنی دوست حقیقی شما کی هست؟ اینمیا هستند که اینا چی میکنن؟ یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که ایشان چی میباشن؟ رکوع میکنن. راکعون یعنی یک جای رکوع میکنن، در جماعت اشتراک میکنن. و من یتولی الله و رسوله، و هر کسی که دوست بدارد، یتولی، و دوستی و ولایت بگیرد، کی نه؟ الله را دوست خود بگیره، و رسوله، و رسولش دوست بگیره، والذین آمنوا، و کسایی که مؤمن است اونا را دوست خود بگیره. فإن حزب الله، پس یقینا امو گروپی که اونا موحدین هستند، پیرو قرآن و سنت هستند، امی گروپ موحدین، یک تا پرستا، هم الغالبون، اونا پیش الله غالب هستند. اگر چی ظاهر مردم فکر کنن که اینا ضعیف هستند، لکن اونا را الله غلبه و نصرت حاصل میکنن. یا ایها الذین آمنوا، باز میگه ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین، نگیرین کسانی را که اتخذوا دینهم، که اونا دین خدا چی گرفتن؟ هزوا و لعبا، برش خندی و ساتری گرفتن. یعنی شما کسایی نشین که اونا دین خدا، اینا کافرها که هستن، خودشان کافر و منافق اکسای کنی، خود کافر سر دین خودش خند میزنه، یهودیا سر یهودیت، نصرانیا سر نصرانیت رش خند میزنن. همین مثلا نصرانیا میگه که ما کرایست، میگه ما پیرو صلیب هستیم. باز یک گروه دیگه پیدا شد، باز میگه آنتی کرایست، ما ضد چی هستیم؟ ضد صلیب هستیم، شیطان پرست هستن. اونا دین خود مسخره ساختن.
این کمونیست‌ها و کافرایی که حتی در افغانستان بودن اونا خودشان سر اسلام رشخند میزدن. سکولرها را سعی کنید پیش از دیگرها چی هستن؟ سر دین خود رشخند میزدن. اونا که اسم الله متعال میگه شما که تزو دوستی میکنین که اونا خودشان دین خود چی گرفتن؟ رشخند ساختن، لعب به ساتری گرفتن. من الذین، از کسانی که اوتوا الکتاب برشان کتاب داده شده، من قبل از شما، والکفار، و همشان کافرها را چی نگیرین؟ اولیاء، دوستتان نگیرین. لیاقت دوستی را ندارن. واتقوا الله، و شما بترسید از الله، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. چرا دوست گرفتن جز توحید و عقیده هست. وقتی که تو کافر دوستت میگیری، در حقیقت در عقیده توحید خود چی کردی؟ خرابی کردی. و اذا نادیتم، و وقتی که شما صدا میکنید، و اذا نادیتم الی الصلاه، وقتی که ندا میکنین بر نماز، وقتی که مسلمان ها آذان میته یا بر نماز دعوت میکنن، بازیا مثلا بر دین دعوت کنی، اتخذوها، بازمی میگیرن هزوا، رشخند میزنن. توی آذان سر آذان رشخند میزنن، سر نماز رشخند میزنن، سر دین الله رشخند میزنن، ولعبا، سر ساتری میکنن. ذالک بانهم، بخاطر چی؟ اینا هر عبادت الله را سرش رشخند میزنن، سر حجاب رشخند میزنن، سر ریش رشخند میزنن، سر عالم و سر مولوی و سر مسجد و سر از اینا رشخند میزنن. چرا این کارا را میکنن؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. الله متعال میگه بخاطر که یا قومی هستن که اینا اصلا هیچ عقل ندارن. قل یا اهل الکتاب، بگو برشان ای اهل کتاب، هل تنقمون منا، آیا شما از ما انتقام میگیرید؟ الا ان آمنا، مگر چی گناه ماست؟ گناه ما قصد که آمنا، ایمان آوردیم، بالله، به الله، و ما انزل الینا، و آنچه که نازل شده به ما، و ما انزل، و آنچه که نازل کرده شده است من قبل و قبل از این، و ان اکثرهم فاسقون، و اکثر از اینا چی هستن؟ فاسق هستن. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هل انبئکم، آیا خبر بدم شما را، هل انبئکم، آیا ما شما را خبر بدم، به شر من ذلک، به بدتر ازی، مثوبتا، از نگاه جزا، عند الله، به نزد الله، من لعنه الله، هر کسی را که الله لعنت کرده باشه، و غضب علیه، و الله سرش غضب کرده باشه، و جعل منهم القرادة والخنازیر، اونا را الله شادی ها و خنزیرها و خوکا ساخته باشه، و عبد الطاغوت، و بنده های شیطان ساخته باشه. اولئک شر مکان، اینی مردم ها بدترین مردم ها هستن. شر مکان یعنی اینا بدترین جایگاه دارن. اینا مردم ها هستن که جایگاهشان بسیار بد است. و اضل، و گمراه هستن، عن سواء السبیل، از راه راست. و اذا جاءوکم، وقتی که این مردم پیش شما بیاین، قالوا، میگوین چی میگن؟ و اذا جاءوکم، وقتی که پیش شما بیاین، قالوا، میگن آمنا، ایمان آوردیم، و قد دخلوا بالکفر، در حالی که اینا داخل شدن با قلبهای کفری، قلبشان کافر است. الله متعال میگه هیچ یارم من میشناسم، و هم قد خرجوا به، در حالی که تو در مجلس هم شیشن باز با امی کفر برآمدن. این صفت منافقی است که با کفر آمد، پس خوب قرآن هم شنید، گپای پیغمبر هم شنید، باز با کفر خود برآمد. والله اعلم، و الله بسیار با خبر از بما کانوا یکتمون، آنچه را که اینا پنهان میکردن. بما کانوا یکتمون، آنچه را که اینها کتمان یا پنهان میکردن. و ترى، و میبینه ای رسول الله صلی الله علیه و کثیر منهم، بسیاری از ایشان را، یسارعون، که عجله میکنن، فی الاثم، در گناه، والعدوان، و در دشمنی، و اکلهم السحت، در خوردن حرام. لبئس ما كانوا یعملون، بسیار زشت است آنچه که اینا عمل میکنند. لولا ینهاهم الربانیون، آل بر علمایی که اونا واقعا دیندار هستن، و علمایشان میگه که شما چرا منع نمیکنین؟ ای علمایی که شما دعوا میکنین که ما مسلمان هستیم، دیندار هستیم، پیرو کتاب هستیم، پیرو کتاب‌های آسمانی هستیم، چرا اینا را منع نمیکنین؟ تمام روز در غم چی هستین؟ در غم جان خود هستین. چرا حلقات درس نمیگین؟ چرا بر از اینا حق بیان نمیکنین؟ چرا درست بر از اینا نمیفهمین؟ لولا ینهاهم الربانیون، چرا اینا را منع نمیکنن؟ اما علمایشان، ربانیون، کسایی که عبادت میکنن، قرار در عبادت مصروف هستن، این دقیقه مردم نیستن. این الله ملامت میکنه کسایی که عبادت کردن میرن و دعوت نمیکنن. میگه ما دیگه قرار اینجا خود ما عبادت خدا میکنیم، ما دیگه برجی خدا گرفتیم، ثواب پر کده میریم. الله میگه این نیست. چرا نمیخیزی؟ اینا را منع نمیکنی از زشتی ها و الاحبار، و این عالمایی که خود عالم میگیرن، عن قولهم، از این سخنانشان که در او الاثم، با گناه هست، و اکلهم السحت، چرا اینا منع نمیکنن؟ از چی؟ از حرام. لبئس ما کانوا یصنعون، بسیار زشت است که اینا میکنن، هم علمایشان، هم عبادتگارایشان، و هم امی عوامشان.
و قالت الیهود و گفتن یهود، حال الله متعال میگه یک بیادبی خطرناک دیگه که کردن کی بود؟ یهودیا بودن. یهودیا چی میکردن؟ صفات زشت مخلوقه به الله نسبت میدادن. ما و شما مسلمان ها یک عقیده داریم که در افعال الله چی میگیم؟ میگیم که افعال الله را بشناسیم. افعال مخلوق 6 قاعده است، باید خوب یاد بگیرین. افعال الله را بشناسیم، افعال مخلوق را بشناسیم، افعال الله را به مخلوق نسبت نمیتیم، این 3. 4مش افعال مخلوق به الله نسبت نمیتیم، این 4. 5 افعال الله را از مخلوق تقاضا نمیکنیم، این 5. 6مش افعال خالق مخلوق با یکدیگر تشبیه نمیکنیم. این 6 قاعده است در صفات و افعال الله. اول دستان طرف آسمان میگه افعال الله را بشناسیم. دومش افعال مخلوق را بشناسیم، صفات افعال مخلوقه. افعال الله را و صفات الله را به مخلوق نسبت ندیم، این 3 قاعده. 4مش افعال و صفات مخلوق به الله نسبت، این 4 قاعده. افعال و صفات الله را از مخلوق تقاضا نکنیم، صحیح شد نه؟ و 6م چی است؟ که افعال و صفات الله را با صفات و افعال مخلوق تشبیه نکنیم. این 6 قاعده بسیار اساسی است در عقیده. یهودیا به خاطر از اینکه صفات و افعال زشت مخلوق به الله نسبت میدادن لعنت شدن. فهمیدی یعنی؟ اینه. الله متعال امیر میگه و قالت الیهود و گفتن یهود ید الله مغلوله العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. گفتن که دست الله که از چی است؟ بسیار بسته هست. چی معنی دستش بسته هست؟ کنایه از بخیلی هست. صفت بخل مخلوق به الله نسبت دادن. الله متعال بر از اونا بدعا کرد و برشان گفت که غلت ایدیهم، دستای خودشان بسته باشه. از این خاطر یهودی ها بسیار بخیل هستند. در کل منطقه از اینا یک تا گدایگر یافت نمیشه. چرا یافت نمیشه؟ گدایگر که صبح تا شام بشینه از گشنگی بمیره که از برش یک قرار نمیده. از است بخیلی. ولو اینو ولعنت هم شدن. اینه هر کسی که صفات مخلوق به الله نسبت میده یا افعال مخلوق به الله نسبت میده، ای چی میشه؟ مستحق لعنت الله میشه. الله میگه ولعنوا بما قالوا، ولعنت شدن با آن چی گفتن. بل یداه مبسوطتان، بلکه دستهای الله متعال که است مبسوط بسیار باز است. ينفق نفقه میدهد. دست الله را وقتی که میگیم در ید الله باید بگوییم که ما ید و دست الله را که همین قسم در قرآن گفته قبول داریم، ای را چی نمیکنیم؟ با دست مخلوق تشبیه نمیکنیم. و کیفیتش کیفیت داره. عقیده داریم که دستای الله کیفیت داره، لکن ما کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر از اینکه مربوط به غیب است، ما نمیفهمیم. متوجه هستید؟ کیفیت داره، ما کیفیتش نمیفهمیم. خیلی چی قسم است؟ میگیم اما قسمی هست که به جلال و عظمت الله شایسته است. نه تعویلش میکنیم، نه تحریفش میکنیم، نه تعطیلش میکنیم. این کارا را نمیکنیم، نه تمثیل. اینه. بل یداه مبسوطتان، بلکه دستای الله متعال باز است. ينفقون نفقه میدهد، مصرف میکنند کیف یشاء، هر قسمی که خواسته باشه. ببین که الله متعال با میلیاردها میلیارد مخلوق نفقه چی میده؟ روزی میده. ولا یزیدن کثیرا منهم، و حتما می افزاید بسیاری از ایشان ما آنچه که انزل الیک نازل شده بر تو. یعنی زیاد میکنه او کسایی که آنچه که بالای تو نازل شده. وقتی که بر از اینا احکام الله را به کافر و بیدین و منافق بخوانی، هنوز چی بر از زیاد میکنه؟ خواندن قرآن، طغیانا، سرکشی را، و کفرن، و کفر برشان زیاد میکنه. و القینا ولا یزیدن، باز امیر سکن امیات خوب دقیق باشین که یعنی صفت مؤمنه را با صفت کافرها بیان میکنه. وقتی که برای یک انسان که مؤمن و واقعی و قلب مخلص داره آیات قرآن را میخونیم، مثل که برازی نور و رحمت در قلب ازی داخل میشه. وقتی که قرآن خوان بسیار خوشحال میشه. اما انسانهای کافر که چی است؟ ولا یزیدن، و حتما می افزاید کثیرا به بسیاری منهم از ایشان ما انزل الیک، آن چیزی که بالای تو نازل شده. اینجا فاعل همین ما انزل الیک هست، من ربک، از جانب تو. چی رو زیاد میکنه؟ همین قرآن و سنت که بر از اینا خوانده بری، طغیانا، انوز یا سرکش شده میرن. چرا کافر است؟ و القینا، و انداختیم، الله متعال میگه بینهم، در بینشان العداوت، الله متعال میگه در بینشان به خاطر اینمی بدبختی و کفرشان چی را انداختیم؟ العداوت، ای عداوت، و البغضاء، و کینه را، الی یوم القیامت، تا روز قیامت. اینم تو بدبختی از ایناست. کل ما اوقدوا نارا، هر وقتی که اینا روشن میکنن یا افروختن نارا، آتش را، للحرب، بر جنگ،
اطفأها الله متعال را خاموش میسازه. و یسعون و اینا سعی میکنن فی الارض در زمین فساد را والله لا یحب المفسدین الله متعال فسادکارا را دوست ندارم. ولو ان و اگر اهل کتاب اهل کتاب آمنو ایمان بیارن، حالا برشان راه حق هم نشان میده، راه بسته نیست، اما اینا خودشان سر خود را بسته کرد. الله متعال میگه ولو ان اهل الکتاب و اگر اهل کتاب آمنو ایمان بیاورن واتقوا و تقوا بکنن لکفرنا حتما از بین میبریم عنهم از ایشان سیئاتهم بدیهایشان را ولا ادخلناهم و حتما داخل میکنیم اینمی مردم را جنات در جنت های نعیم دائمی. یعنی دروازه برای از اونها هم بسته نیست، اونا اهل کتاب هم میتونن که توبه بکنن رجوع بکنن، مثل که بسیاری از اونا مسلمان میشن و به الله رجوع میکنن. ولو انهم اقاموا التوراة و اگر اینا برپا میکردن تورات را و انجیل را و ما انزل الیهم و آنچه که برشان نازل شده من ربهم از جانب پروردگارشان لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینا باز اگر اونا همون وقتام که بالایشان تورات انجیل نازل شده بود اگر نه حکم از این دمو وقت هم تطبیق میکردن، الله متعال اینقدر نعمت خدا برشان میفرستاد که اینا از فوق از بالا هم مثلا نعمت های الله را میخوردن و من تحت ارجلهم و از پایان هم. چی معنی من فوقهم و من تحت ارجلهم؟ یعنی از سردرختی هم میخوردن و از این چیزایی که در زمین است، از بالا هم کنده میرفتن میوه ها باغ ها را برشان الله نعمتان می و از پایان هم میخوردن. یا ای که مثلا از بالا هم باران میامد و از زیر هم چی میامد؟ چشمه ها و دریاها و گپا. اینا از هر دوی از استفاده میکردن. منهم الله متعال معرفی میکنه اینا رو، میگه منهم امت مقتصده، در بین از این اهل کتاب بعضی کسایی هستن، امتی هستن، گروهی هستن مقتصدتون که میانه رو هستن. اقتصاد به معنای میانه روی هست. کلمه اقتصاد هم اینجا در قرآن میبینن، منهم بعضی از ایشان مقتصدتون با اقتصاد هستن، یعنی میانه رو هستن در فکر خود در اندیشه خود. ولکن و کثیر منهم و لکن اکثرشان ساء ما یعملون، بسیار زشت است که عمل میکنن. اکثریت از اینا بسیار گمراه هستن. یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلغ تبلیغ بکن ما انزل الیک آنچه که به تو نازل شده است از قرآن و سنت، من ربک از جانب پروردگار، و ان لم تفعل و اگر تو این انجام ندی فما بلغت باز تبلیغ نکردی رسالت و رسالت الله را. دیگه وقتی که تو تبلیغ قرآن و سنت کردی، الله متعال میگه تو در حفظ پناه الله هستی. والله و الله متعال یعصمک، نگه میداره تو را من الناس از مردم. یعنی پیغمبر معصوم هست، الله حفظش میکنه و هر کسی که در راه پیغمبر بره الله متعال امتحانش میکنه، لکن در عصمت الهی میباشه. والله والله متعال یعصمک، نگه میداره تو را، حفظ میکنه تو را من الناس از مردم. ان الله یقین که الله متعال لا یهدی القوم الکافرین، هدایت نمیکنه قومای کافر را. قل یا اهل الکتاب، بگو اهل الکتاب لستم علی شیء، نیستین بر هیچ چیز حتی تا زمانی که تقیم التوراة والانجیل، شما مطابق اون تورات انجیل استاده شوین، بکشین که در کتابایتان چی هست، امور درست بگوین. و ما انزل الیکم، آن چیزی که بالای شما نازل شده من ربکم از پروردگارتان. ولا یزیدن کثیرا منهم، و باز الله متعال میگه زیاد میکنه بسیاری از اینا را ما انزل الیک، آنچه که بر تو نازل شده من ربک از جانب یا دشمنی با آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده و امر از دشمنی داشتن. وقتی که بر از اینا ما انزل الله را بگویی، این ما انزل الله را که برشان تبلیغ بکنی، باز بر از چی را زیاد میکنن؟ طغیانا، سرکشی را، و کفرا. فلا تأس، پس مایوس نشو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ای صحابه رسول الله صلی الله علیه و ای کسایی که شما پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستین تا روز قیامت، شما مایوس نشین علی القوم الکافرین، و کافرا، چرا که کافرا اینمی صفتشان است. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، والذین، و کسانی که هادو توبه کردن، و الصابئون، و کسایی که میگفتن ما صابی هستیم، و النصارى، و کسایی که میگفتن ما نصرانی هستیم. من آمن بالله، هر کسی از اینها ایمان به الله داشته باشن. وقتی که ایمان به الله داشته باشن پشت نامش نمیگردیم، باید بگوی که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، باید به کل ازیه. اگر امی مردم ولو که میگه من یهودی هستم به تمام کتاب ها ایمان داشته باشه، الله قبول میکنه. نگویه که من این کتاب قبول دارم میره ندارم. آمنت بالله و ملائکته، اونا باز اونو مسلمان است که تفرقه نمیکنه. ما میگیم آمنت بالله، ما به تمام به الله ایمان داریم، یقین داریم به وحدانیت الله، و ملائکتی به کل ملائکه. و میگن ما جبرئیل قبول نداریم، کافر شدی. و کتبه، ما میگیم کل کتابا را قبول داریم. و یهود میگن ما انجیل و قرآن قبول نداریم. نصرانی ها میگن ما انجیل و تورات قبول داریم، قرآن قبول نداریم. کافر میشی.
پس الله متعال میگه اگر کسی ایمان به الله داره، ایمان به ما انزل الله باید داشته باشه، آنچه که الله نازل کرده. دیگه تفرقه نکنی. اینا میگه اگر از جمله از اینا به ایمان به الله داشته باشن، به روز آخرت ایمان داشته باشن، و عمل صالحا و اعمال صالحه بکنن مطابق کتاب الله، فلا خوف علیهم، پس نیست ترس بالایشان، ولا هم یحزنون، و بالایشان جگرخونی هم نیست. لقد اخذنا الله متعال میگه یقینا که ما گرفتیم میثاق بنی اسرائیل، پیمان یا عهد و پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل، و ارسلنا الیهم، و فرستادیم بر از اینا رسلا پیغمبران را، کل ما هر وقتی که جاءهم آورد برشان رسول یک پیغمبر، بما آنچه را آورد برشان که لا تهوا انفسهم، و از پیغمبرها چی را میخواستن؟ چیزی را میخواستن مطابق نفسشان باشن. مثل که بسیاری کسا میگه امیر واجای ما را غرض نگیرین، چیزی که ما میخوایم امیر باین. نه، الله متعال میگه این عادت یهود است که وقتی که چیزی را برشان میارن که مطابق خواسته های نفس نباشه، باز چی میکنن؟ به ما با آنچه که لا تهوا انفسهم، نفسایشان نمیخواست، فریقا کذبوا، یک گروه اینا تکذیب کردن، و فریقا یقتلون، یک گروه دیگه از پیغمبرها رو چی کردن؟ اینا به قتل رساندن، و حسبوا، و گمان نمودن، ان لا تکون فتنه، که هیچ امتحان نمی باشه، فعموا، پس اینا خود نابینا ساختن، چشم داشتن لکن خود نابینا ساختن، حق نمیدن، و صموا، گوش داشتن لکن خود چی ساختن؟ ناشنوا. ثم تاب الله علیهم، باز الله پس توبهشان قبول کرد. وقتی که الله توبهش قبول کردن، ثم عموا، پس به کفر خود رفتن، خود نابینا و خود کر ساختن. کثیر بسیاری منهم از ایشان، والله بصیر بما یعملون، الله بسیار بینا است با آنچه که چی میکنن؟ اینا عمل میکنن. لقد کفر الذین، الله متعال میگه که یهود و نصارا که هستن، کسایی که میگن عیسی پسر الله است، کافر است. بعضی کسا میگن نه، نصرانی ها خوب مردم هستن، یا خوب مسلمان هستن، دیندار هستن. کسی که گپ میزنه خودش کافر میشه. چرا؟ من لم یکفر کافرا، اگر کسی کافری که ثابت از در قرآن و سنت، تو کافر نگی، خودت کافر میشی. چرا کافر میشی؟ به خاطر تو انکار قرآن میکنی. حالا بعضی کسا از تلویزیون هم میبره میگه نصرانی‌ها خوب مردم هستن، یهود خوب مردم هستن، یا باید کافر نگوییم، باید ما شما کل ما مساوی باشیم. الله متعال میگه لقد، یقین داشته باشین که کفر الذین، کافر شدن کسانی که قالوا، گفتن ان الله که از گفتن هو المسیح ابن مریم، گفتن یعنی الله که ما میگیم کی است؟ عیسی پسر مریم است. وقتی که گاد میگن، وقتی گاد میگن، از این خاطر مسلمان‌ها رو میگم شما الله رو به گاد ترجمه نکنین. چرا؟ وقتی که گاد میگن منظورشون چی است؟ میگه عیسی پسر مریم است. اینه میگه معبود ما هست. و قال المسیح، در حالی که مسیح علیه السلام چی میگفت؟ او میگفت یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اعبدوا الله، عبادت کنین الله را. چه کنین؟ عیسی پسر مریم برش میگفت که او مردم عبادت الله را بکنین، عبادت مرا نکنین. ربی، او الله را عبادت بکنین که رب ما هست. خود عیسی مسیح میگه که الله رب ما است، و ربکم، و پروردگار شماست. اعبدوا الله ربی و ربکم، انه، یقینا که من هر کسی که یشرک بالله، شرک بیاد به الله، فقط حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به الله بیاره الله چی میکنه؟ جنت سر از او حرام میکنه. بسیار خطرناک است شرک. از این خاطر شیطان امی انسانها را در شرک زود مبتلا میکنه. باز میگه این حالا برو تسبیح 1000 دانه‌ای بگه، حالا برو 1000 رکعت نماز بخوان، حالا برو بسیار عبادت بکن. چرا؟ که فهمید که در شرک داخل شد، الله سر از او جنت چی کرده؟ حرام کرده. گاهی در شرک در ذات مبتلا میکنه، مثل که میگه الله بچه یا دختر داره. گاهی در صفات مبتلا میکنه که بعضی صفات الله را به مخلوق میده، یا صفات مخلوق به الله میده. گاهی در افعال الله که افعال الله را به مخلوق میده. بسیاری کساس میره پیش مخلوق، برای میگه برای ما بچه بده. این شرک در افعال شد. برای ما دختر بده، برای ما شفا بده. این دینی دیوار پای تا بشقی، دینی چوب بازی پای تو را خوب میکنه، سر درد میکنه، سر تو چوبک شده. ولی چوب چی کمال داری؟ چوب یک مخلوق. تو چرا صفات الله را، افعال الله را بدیش؟ ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض میشم الله. اینا رسیکم الله متعال میگه و من یشرک انه من یشرک، هر کسی که شرک بیاره، شریک کند که الله مخلوقه، هر مخلوقی که باشه، در 5 خصوصیت الله کس شریک میکنه، فقط حرم الله علیه الجنه، الله جنت سرش حرام کرده. بخوان نماز روزه و چیز بگی. شیطان تو هوشیار است، میگه برو از جنت و خلاص خدا، چی نماز خونده بره، اون دوست داره خدای ناراض. و مأواه، و جایگاه از النار، و آتش دوزخ است. و مال الظالمین، و نیست بر ظالمان من انصار، هیچ کدام کمک کننده. لقد کفر الله، باز الله متعال میگه لقد کفر الذین، الله میگه کافر هستن
کافر شدن. الذین کی؟ کسانی که قالو گفتن ان الله ثالث ثلاثه، الله متعال سومین معبود از سه معبود است. اونا میگن سه خداست، الله العیاذ بالله. میگه که خدای پدر است، یکی پسر است، یکی روح القدس است. یعنی یکیش میگه الله است. الله متعال میگه کسی که گفتی چی است؟ کافر است. در انگلیسی باز میگه Father God, Son God, Holy Spirit. باز میگه بسم الله، بسم الاب و الابن و روح القدس. در عربی قسم بسم اللهشان است. بازیا کافر شدن. یک روز یک نصرانی که ما بود برای میگه ما و شما خیلی دین ما فرق نداره. گفتم چطور فرق نداره؟ گفت چطور فرق داره؟ گفتم شما میگین سه خداست، ما میگیم یکی است. خیلی باز چی میشه که ما یه گپا گفتیم الله متعال میگه لقد کفر الذين یقینا که کافر شدن الذين او پاپ کشیش فادر مادری که هستن کسایی که قالو گفتن ان الله یقینا که الله ثالث ثلاثه سومین سه کس است و ما من اله الا اله واحد. الله متعال میگه و ما من اله نیست هیچ کسی که اله باشه مستحق ازی باشه که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا مگر اله واحد معبود یگانه که الله متعال است. و ان لم ينتهوا اگر این مردم ترک نکنن اما یقولون آن چیزا را که میگن لا یمسن الذين حتما میرسه به کسانی که کفر و کافر شدن منهم از ایشان چی میرسه؟ عذاب علیم عذاب دردناک. افلا یتوبون پس چرا توبه نمیکنن الی الله به الله و یستغفرونه و چرا مغفرت از الله نمیخواین والله غفور رحیم و الله متعال بسیار بخشاینده و مهربان است. الله متعال معرفی میکنه که عیسی پسر مریم کی بود. شما چه قسم عقیده داشته باشین؟ مل مسیح ابن مریم، اول مسیح و پسر مریم است. وقتی که پسر مریم شد پسر الله نمیشه. کسایی که میگن که مسیح اول انسان بود باز اله شد، ناسوت بود لاهوت شد. ناسوت یعنی ناس انسان، لاهوت یعنی اله. بعضی میگن که ای از انسانیت نصرانیت عقیده دارن که اولی انسان بود از انسانیت برآمد خدا شد. این عقیده کفری هست. الله متعال میگه این گپ نیست. بعضی کسا از بسیار مخلوقات میگه فلانی شخص اول انسان بود آل ناسوتش لاهوت شد از انسانیت برآمد خودش خدا شد. این کفر است. الله متعال میگه مل مسیح نبود مسیحی که ابن مریم پسر مریم است پسر الله نیست. کسی که میگه پسر الله هست این آیت قرآن کافر میشه. الا رسول امی عیسی پسر مریم چی بود؟ رسول بود، فرستاده بود، پیغمبر بود. قد خلت یقینا گذشته است من قبل از الرسل بسیار پیغمبران. و امه و مادر از کی بود؟ صدیقتون یک خانم راستکار بود، راستگو بود. بیبی مریم علیه السلام کان یاکلان طعام اردویشان چرا مخلوق بودن؟ به خاطر که مخلوق محتاج است. اردویشان مخلوق بودن. چرا؟ وقتی که مخلوق نان میخوره به خاطر اینکه نان نخوره خو از گشنگی میمره. از این خاطر عیسی علیه السلام هم نان میخورد، مادرش هم نان میخورد. کانا اردویشان یاکلان میخوردن الطعام غذا. مخلوق محتاج بودن. انظر ببین کیف یبین چه قسم که بیان میشود کیف چگونه نبین بیان میکنیم لهم برایشان الآیات نشانه های قدرت را. ثم انظر باز سیل بکو خوب دقیق باش انا یفکون که اینا چه قسم تهمت میکنن سر الله. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعبدون آیا عبادت میکنید من دون الله بغیر از الله ما چیزایی را عبادت میکنید لا یملک لکم ضر و نفع اونا نه بر شما ضرر رسانده میتونن نه منفعت. بعضی کسا رو ببینید پیش بت میره و بت نه ضرر رسانده میتونه نه فایده. بعضیا چوب پای خودش شقیده میره او چوب نه فایده میرسونه نه ضرر رسانده میتونه. بعضی به قبرها میره نه او برش نفع رسانده میتونه نه فایده رسانده میتونه. اینا یا میرن کسایی را عبادت میکنن من دون الله که هیچ مالکیت ندارن تصرف ندارن. والله هو السمیع العلیم یقینا که الله میبینه و عالم است با آن حالتی که شما هستین. قل یا اهل الكتاب باز برش بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو برشان که یا اهل الكتاب و اهل کتاب لا تغلو غلو یا افراط یا زیاده روی نکنین افراطیت نکنین فی دینکم در دینتان. این یا افراطی هستن یا افراطی نمیگن. مسلمانی که یک تا پرست است سوره کافرها افراطی میگن. الله بر متعال بر از اینا میگن لا تغلو فی دینکم در دینتان افراط نکنین غیر الحق به غیر از حق بدون توحید. شما توحید اعلام میکنین به شرک میرین اینمی خودش شرک افراطیت است. ولا تتبعوا و متابعت نکنین اهواء قوم خواهشات قومی را که قد ضلوا گمراه شدن من قبل
قبل از این و اضلوا و بسیار گمراه کردن کثیرا بسیاری مردم را و ضلوا عن سواء السبیل و خودشان هم از راه راست یا چی شدن گمراه شدن. لعن الذين كفروا لعنت شدن کسانی که کافر شدن من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل یا لعنت شدن بر کی اینا را لعنت کرد؟ پیغمبرای خودشان اینا را لعنت کرد. کی بود؟ علی لسان داوود به زبان داوود علیه السلام و عیسی ابن مریم و به زبان عیسی پسر مریم علیهم السلام. ذلک بما عصوا یا به خاطر چی لعنت شدن؟ به خاطر که نافرمانی پیغمبرها را کردن و کانوا یعتدون و بسیار متجاوز بودن. کانوا لا یتناهون یک صفت زشت از یا بود که یا میگفتن ما نهی از منکر نمیکنیم. این کسی که میگه ما نهی از منکر نمیکنیم این صفت یهود است. انسان مسلمان باید امر بالمعروف و نهی عن المنکر هر دویش بکنه. الله متعال میگه اینا وقتی که یک بدی و زشتی را میدیدن، گمراهی را میدیدن، شرک را میدیدن، ناروا را میدیدن، بدعت هم میدیدن، هیچ رای نمیدن. قرار شیشه بود اونجا تسبیح خدا انداخته میرفت انداخته میرفت. اونجا مردم قمار میزنی قرار شیشه میگه والا فلانی یک خوب آدم است، پیش روی شیطان پرتو برقص سازه بر هیچ چیز نمیگن. الله متعال میگه صفت یهودیاست. کانوا لا یتناهون اینا نهی نمیکردن عن منکر از کارهای زشتی که فعلوا که انجام میداد. لبئس ما کانوا یفعلون بسیار زشت است آن کار که اینا میکنن. کسی که خودش عبادت میکنه و در مقابلش گمراهی ها میباشه هیچ چیز نمیگه. قرار دخترش سرلاش فیشن کدگی میبره قرار شیشه دیگه میگه رفتی بچیم ماشاءالله یک بابا کلان پدرم خوب آدم است که هر چی بچه‌اش قطعه زده میره قمار زده میره لدو کمسایی سیام قمار است ایره زده میره این قرار شیشه برش هیچ چیز نمیگه. چی میکنه؟ هیچ پیشانیش هم ترش نمیشه. الله متعال میگه بسیار بد فعل میکنن. لبئس ما کانوا یفعلون. این صفت اونم یهودیا بود که لعنت شد. هر کسی که کارا بکنه در لعنت الله گرفتار میشه. ترى کثیر منهم میگه میبینی رسول الله صلی الله علیه و آله ای رسول الله میبینی بسیاریشان را یتولون بازیا کی کارا را نمیکنن نهی از منکر خو نمیکنن. دیگه زیششان چی است که باز دوستی میکنن الذين كفروا با کافرات باز کت کافر کشید او را دیگه بسیار کش دوستی میگن. لبئس ما قدمت ایدیهم بسیار زشت است ما آنچه را که قدمت تقدیم کرده لهم برایشان انفسهم نفسایشان ان سخط الله علیهم غضبناک شد الله متعال علیهم بالایشان و فی العذاب هم خالدون اینا در عذاب همیشه می باشند. ولو کانوا یؤمنون و اگر اینا ایمان می آوردن بالله و الله و یؤمنون بالله و النبی و اگر اینا ایمان می آوردن به الله و النبی و به پیغمبر الله و ما انزل الیه و آنچه که به پیغمبر نازل شده متخذوهم اینا باز دوست نمیگرفتن همین کافرها را اولیاء دوست خودن. اینا اگر به کتاب الله و سنت رسول پیغمبر خود ایمان می‌داشت باز که کافر دوستی نمیکردن. ولکن کثیر منهم فاسقون لکن بسیاری از اینا دروغ میگن نه به قرآن ایمان دارن نه به سنت ایمان دارن. بسیارشان فاسق هستن. فاسق چی معنی؟ الخارج عن طاعت الله از طاعت الله خارج هستن. لا تجدن اشد الناس علی الله متعال میگه او مردم فکرتان باشه دو طایفه مردم بسیار که شما دشمنی سرسخت دارن. یکی یهود دشمن مسلمان ها بسیار سرسخت هستند و دیگهش کسایی که در شرک مبتلا هستند. این طایفه دیگه هیچ دیگه این متوجه باشین. لا تجدن حتما میابین شما مسلمان ها اشد الناس سختترین مردم را عداوتا از نگاه عداوت کیرن برای کی؟ للذین آمنوا بر مؤمنان. کی هستن اینا که بسیار که شما عداوت دارن؟ الیهود یهود را والذین و کسانی که اشرکوا به الله شریک ساختن. این کسایی که مثلا به الله مشرک هستن در ذات الله شریک ساختن در صفات الله مخلوق شریک ساختن بازی مشرکین بسیار خطرناک دشمن شما هست. ولا تجدن و در مقابل شما میابین ولا تجدن و حتما میابین اقربهم مودتا کسایی که بسیار از نگاه دوستی بر شما خوب است. للذین آمنوا کسانی که مؤمن هستند بر مؤمنا. کدام مردم ها پیش هستند؟ الذین قالوا یک کسانی که میگه انا نصارا. این نصرانیا که هستن باز اینا بسیار شدید نیستن. از این خاطر که نصرانیا که بشینی گپت گوش میگیره. دو طایفه هیچ گپت گوش نمیگیره. یکی یهود یکی مشرک. اما کت نصرانی‌ها که الله متعال در قرآن میگه که راستی واقعا ما هم کت یک نصرانی که شیشتیم که برش توحید بیان کردیم وحدانیت الله را بیان کردیم آماده شده که قرآن را بخونه. اما کت مشرک که روبرو شدی او از 1 کیلومتری دیگه دو میزنه بازی خود میگه که نزدیکش بری قم 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 کردن میره که خوب گوش بگیری که دو زده میره مشرک. الله توبه. الله متعال میگه چرا این نصرانی ها و قسم ذالک بان منهم زیرا در بین از اینا قسیسین کشیشا هستند و رهبان هستند و کسایی هستند که ترک دنیا کردن. اینا نمیفهمند دین به عقل هستند و انهم لا یستكبرون و اینا تکبر نمیکنن. و اذا سمعوا وقتی که بشنوند ما انزل الی الرسول
وقتی که بشنون آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده، الی رسول تعالی اعینهم، ببین چشمایشان را که تفید من الدم، از خون چی می باشه؟ از اشک متجاری می باشه. مما عرفو، آنچه را که دانستن، من الحق. یقولون ربنا آمنا، میگن ای پروردگار ما ایمان آوردیم، فاکتبنا، پس ما را بنویس مع الشاهدین، به همراه شاهدان. چون اینا علم ندارن، عبادت میکنن، وقتی که برشان حق برسه باز اینا چی میشن؟ تسلیم میشن. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله.